یک کشتی در میانه اقیانوس هند صدها مایل از نزدیکترین ساحل فاصله دارد که نیروهای ویژه آمریکا سوارش میشن، محموله‌ای از چین کشف میکنن که ممکن است به برنامه موشکی ایران کمک کنند. آیا این یک عملیات نظامی عادی بود یا آغاز فصلی تازه از تقابل دریایی بین آمریکا، چین و ایران؟ چه اتفاقی برای این محموله افتاد؟ در 12 دسامبر 2025 مطابق با 21 آذر 1404 روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که یک تیم نیروی ویژه آمریکا در نوامبر 2025 در اقیانوس هند کشتی را که از چین به سمت ایران در حرکت بود متوقف و به آن دسترسی پیدا کرد. مقام‌ها گفتند که محموله شامل موارد دو منظوره است، یعنی قطعات و مواد که هم کاربرد غیر نظامی دارند و هم می توانند در برنامه‌های تسلیحاتی استفاده شوند. بنا به همان گزارش بخش‌هایی از محموله ضبط و نابود شده و بعد از عملیات کشتی مجاز به ادامه مسیر شده است، هرچند واشنگتن اطلاع رسانی عمومی محدودی انجام داد. پیش زمینه تاریخی و علت اهمیت. برای درک اهمیت این خبر باید به چند زمینه کلیدی نگاه کنیم. اول اینکه در سالهای اخیر و به خصوص پس از درگیری‌های منطقه‌ای و آسیب دیدن برخی تأسیسات ایران، نگرانی غربی‌ها نسبت به احیا یا تقویت برنامه موشکی ایران بالا رفته است. دوم، چین و شرکت‌های چینی از منظر غربی گاهی متهم شدند که صادراتی را تسهیل کردند که می‌تواند در ساخت موشک یا سامانه‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر کالاها به ظاهر صنعتی یا نیمه صنعتی باشند. سوم، دریانوردی و لوجستیک دریایی همیشه راهی کلیدی برای انتقال اقلام حساس بودند، چون کنترل مرزهای دریایی منطقه وسیع‌تر و پیچیده‌تر است. در نتیجه هر تداخل دریایی که ظاهراً مانع رسیدن قطعات به مقصد نظامی شود، از نظر سیاستگزاران و تحلیلگران مهم تلقی می شود. زمان وقوع چه اتفاقی افتاد؟ جزئیات از گزارش ها. در گزارش وال استریت جورنال که منبع این خبر بود گفته شد که عملیات در نوامبر 2025 اجرا شده است. طبق این گزارش ها ابتدا اطلاعاتی مبنی بر ارسال محموله از بنادر چین به مقصدی در خلیج فارس یا بندرهای ایران به دست آمد. سپس نیروی اطلاعاتی و نیروی دریایی آمریکا کشتی را در آبهای بین المللی چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا زیر نظر گرفتند. تیمی از نیروهای ویژه سوار کشتی شدند، محموله را بررسی کردند، اقلام مشخصی را که می توانستند در برنامه‌های موشکی یا ساخت سلاح کاربرد داشته باشد جدا کردند و به گفته منابع برخی از آن اقلام را نابود کردند. بعد از این اقدام کشتی اجازه یافت مسیرش را ادامه دهد. نکته مهم، مقام‌های رسمی پنتاگون در گزارش عمومی بیانیه مفصل ندادند. تحلیل فنی دو منظوره، یعنی چه و چه چیزهایی ممکن است توقیف شده باشد. واژه دو منظوره دوال یوز کلید فهم است. این عبارت به موادی یا قطعاتی اشاره دارد که در صنایع غیر نظامی کاربرد دارند، مثلا در صنایع شیمیایی، الکترونیک و هوانوردی، اما میتوان از آنها در برنامه‌های موشکی یا نظامی نیز استفاده کرد. مثال‌های شناخته شده: ترکیبات شیمیایی موارد استفاده در سوخت راکتی، سیستم‌های ناوبری دقیق، الکترونیک قدرت بالا، بلبورینگ‌ها و قطعات دقیق مکانیکی و برخی مواد خام با ساختار خاص. رسانه‌های مختلف و تحلیلگران نظامی گفتند که مواردی که توقیف شده می‌تواند مربوط به تقویت برنامه موشکی یا تولید قطعات حساس باشد، اما هیچ منبع مستقلی تاکنون فهرست دقیقی از اقلام منتشر نکرده است. اگر این ادعا درست باشد، توقیف می‌تواند مانع از ترمیم سریع قابلیت‌هایی شود که در درگیری‌های اخیر آسیب دیده‌اند. ابعاد حقوقی و موازین بین‌المللی.
چنین عملیات‌هایی چند سوال حقوقی برجسته ایجاد می‌کند. 1. آیا اقدام در آب‌های بین‌المللی مجاز است؟ معمولاً کشتی‌هایی که در آب‌های بین‌المللی حرکت می‌کنند مشمول قوانین دریانوردی بین‌المللی هستند و توقیف یا بازرسی نیازمند دلایل قوی و یا مجوزهای حقوقی است. مثلا بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل یا حقوق مداخله در برابر قاچاق تسلیحات. 2. آیا این عمل بر اساس تحریم‌ها یا حکم قضایی انجام شد یا صرفاً بر مبنای اطلاعات امنیتی؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که این یک عملیات نظامی اطلاعاتی بود و نه اقدام قضایی علنی. 3. واکنش‌های کشورهای ثالث و پیام سیاست خارجی چه خواهد بود؟ چنین اقداماتی می‌تواند تنش‌های دیپلماتیک مخصوصاً بین واشنگتن و پکن را افزایش دهد. در گزارش‌ها آمده که سخنگویان چین و ایران یا جواب ندادند یا واکنش محدودی نشان دادند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه چنین عملیات‌هایی می‌تواند منجر به تقویت اقدامات متقابل گردد. واکنش‌های بازیگران کلیدی. ایالات متحده، دولت آمریکا این اقدام را در چارچوب تلاشی بزرگتر برای جلوگیری از تقویت توان نظامی ایران توصیف کرد، اما واشنگتن رسما جزئیات عملیاتی را به طور کامل منتشر نکرد. ایران فی‌الواقع در زمان انتشار گزارش‌ها در 12 دسامبر 2025 واکنش رسمی قدرتمند یا اعترافی از سوی تهران به این ادعاها ارائه نکرد. رسانه‌های داخلی ایران ممکن است موضوع را کم اهمیت جلوه داده یا آن را به توهمات غربی رد کنند. نکته: رسانه‌های نزدیک به ایران گزارش‌های متفاوتی دادند و باید با احتیاط بررسی شوند. چین تا زمان گزارش‌دهی در 12 دسامبر 2025 پاسخ رسمی مفصل از وزارت خارجه چین یا سخنگوی آن در دسترس نبود یا محدود بود. چین معمولاً از لحن دیپلماتیک استفاده می‌کند و بر قوانین تجارت بین الملل و مخالفت با مداخله یکجانبه تاکید می‌کند. سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای. برخی تحلیلگران حقوقی و کارشناسان تسلیحاتی بر ضرورت شفافیت و ارائه اسناد برای توجیه بازرسی‌ها تاکید کردند. همزمان این اقدام در چارچوب مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نسبت به صادرات حساس به ایران قرار می‌گیرد. سناریوهای احتمالی آینده و پیامدها. 1. تشدید ممیزی‌ها و بازرسی‌های دریایی. احتمال دارد ایالات متحده و متحدانش به صورت مکرر مسیرهای دریایی را رصد کنند و عملیات‌های مشابهی انجام دهند. 2. واکنش دیپلماتیک چین. اگر چین یا شرکت‌های چینی درگیر باشند، پکن ممکن است فشار دیپلماتیک بیشتری وارد کند یا در سازوکارهای تجاری تجدید نظر کند. 3. تغییر در زنجیره‌های تدارکاتی ایران. ایران ممکن است راه‌های جایگزین مثلا گذرگاه‌های زمینی پیچیده‌تر، شبکه‌های میانی یا تولید داخلی را تقویت کند. همه اینها به معنی افزایش هزینه، پیچیدگی و احتمالاً کندی در بازسازی برخی قابلیت هاست. جنبندی تحلیلی و پیام پایانی. خلاصه اینکه این عملیات که در نوامبر 2025 انجام شد و 12 دسامبر 2025 رسانه‌ای شد، حتی اگر از منظر رسانه‌ای بسیار محدود گزارش شده، نمادی از وقوع رقابت شدید در عرصه کنترل انتقال فناوری و قطعات حساس است. از منظر عملیاتی، توقیف یا نابودی قطعات دو منظوره. می‌تواند ضربه‌ای موقت به ظرفیت‌های بازسازی تسلیحاتی وارد کند، اما در بلند مدت هر بازیگری که انگیزه و منابع داشته باشد راههایی برای جبران خواهد یافت. سوال محوری این است: آیا این گونه اقدامات موجب ثبات در منطقه می‌شوند یا تنش‌ها را افزایش می‌دهند؟ شما چه فکر می‌کنید؟ در کامنت ها بنویسید تا صحبت کنید. اگه این موضوع رو مفید یافتید، ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه بتونید ویدیوهای بیشتری از تحلیل‌های نظامی، ژئوپلیتیک و قدرت‌های نظامی ببینید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. ویدیوهای بعدی رو هم حتما ببینید
که در رابطه با موشک قاره پیمای ایران هستش. لینک منابع معتبرم براتون گذاشتم، میتونید مطالعه کنید و اگه منبعی میشناسید که من جا گذاشتم لطفاً معرفی کنید.